سلام بچه‌ها، چطورین؟ اومدیم با یک ویدیو دیگه از کانال باده‌داشت. برادرم هم توی این ویدیو با ما همراهه. سلام بچه‌ها، چطورین؟ بریم سراغ ویدیو. خب توی این ویدیو میخوایم بگیم که اخلاق 7 تا از شخصیت‌های انیمیشن باب اسفنجی مثل 7 گناه کبیره هن و دلیلش هم اینه که شخصیتاش هم 7 تا هم 7 گناه کبیره اخلاقاشونه. باب اسفنجی هوسش، اختاپوس خشمش که نسبت به باب اسفنجی و پاتریک داره، پلنگتون حسادتش که باعث خشمش شده، آقای خرچنگ طمع و پولدوستیش، سندی هم غرورش، پاتریک هم تنبلی. اینا 7 از مهمترین چیزایی بودن که داخل کتاب انجیل اومدن و اسمشون هم 7 گناه کبیره است که دقیقاً به اخلاق شخصیت‌های انیمیشن باب اسفنجی اشاره دارن. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.